اطلاع دریافتی پایگاه خبری بامداد، سردار شعبه کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در نویه حمدانی همراه معاونش و باز یک کارمند این اداره دستگیر کردند. یک منبع بامداد گفت که این سه کارمند امنیت هنگامی از یک صاحبکار گرفتن مبلغ بزرگ همچون پاره بازداشت شدند. به گفته امصوبت بامداد، بازداشت این سه منصبدار از جانب خدمات اسبه یعنی امنیت داخلی خود کمیته دولتی امنیت ملی صورت گرفته است و مدیر شعبه امنیت نویه حمدانی، معاون او و کارمندانش حالا در حبس پیشقی قرار داشته از مقامهایش با جرم پس زدن شان و اعتبار کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی برکنار کرده شدند. راستی برای چه کار مشخصه از صاحبکار پول طلب کردن این سه مقام امنیتی هنوز روشن نیست، ولی سخن درباره مبلغ بزرگ می رود. آنها رو تقریبا یک هفته پیش دستگیر کردند. گفت امصوبت بامداد که به دلیل خلل نرسانیدن به جریان تفتیشات از افشای تفصیلات بیشتر در حال حاضر خودداری میکند. او خبر داد که سه افسر دستگیر شده را از حمدانی به شهر کولاب بردند، ولی معلوم نیست که آنها در بازداشتگاه کولاب قرار دارند و یا به دوشنبه برده شدند. یک منبع دیگر بامداد از ناحیه حمدانی بازداشت کارمندان امنیتی را تصدیق کرده و گفت معاون و کارمند بازداشت شده کمیته دولتی امنیت ملی طالب و ربانی نام داشته، یکی زاده ونج و یکی دیگرش از کولاب می باشد. امصوبت بامداد گفت سردار شعبه کمیته دولتی امنیت ملی نویه حمدانی از ولایت سوخت بود ولی نامش را نمیداند. تفصیلات دیگر قضیه هنوز به دست نرسیده است. مقامات کمیته دولتی امنیت ملی تا کنون خبر بازداشت سه افسر این نهاد را شرح ندادند.